الان که شما دارین این ویدیو رو تماشا میکنین پاییز شده. مدرسه ها شروع شدن، دانشگاه باز شدن و کم کم هوا رو به سرد شدنه. و من دیگه مثل قبل خونه نیستم. مثل خیلیای دیگه توی خوابگاه رو از خونه زندگی میکنم. نمیدونم این که خونه دوم داشته باشیم خوبه یا بد. فقط میدونم کم کم دارم به اینجا حس خونه پیدا میکنم. و حتی یه وقتی دلم برای خودش و آدماش تنگ میشه. این قسمت خونه. من فکر میکنم دانشگاه، خوابگاه، مهاجرت، مستقل شدن همیشه در کنار این که بهت فرصتهای جدیدی میده، خونه قدیمی که توی اون بزرگ شدی رو ازت میگیره. احساس تعلق، حس این که بدونی ته همه ناخوشی‌ها و نرم نبودنهای زندگی یه جایی هست که برگردی رو میگیره. حتی اگه نگیره حس میکنم خیلی خدشه دارش میکنه. انگار لحظه‌ای که با چمدون پاتو میذاری بیرون و به خوابگاه، خونه مستقل جدید یا حتی کشور دیگه پا میذاری، توی اون چمدون این احساساتو با خودت میبری. میدونی که هر وقت بخوای میتونی برگردی. هر وقت بخوای یه سری آدم منتظرتن و از برگشتنت خوشحال میشن. میدونی که جا داره نری، اما اون لحظه‌ای که دیگه پاتو از در خونه بیرون میذاری و تنها صدایی که همراهته صدای چرخ چمدونه، دیگه هیچ چیز برات مثل قبل نمیشه. دیگه تویی و زمانایی که تو خونه صدای خنده پر میشه و تو نیستی. تویی وقتایی که توی خونه یه مشکلی پیش میاد و تو چند ماه بعد میفهمی. شاید هم اصلا هیچ وقت نفهمی. تویی که یاد میگیری وقتی مریض شدی داد نزنی مامان، فکر کنم سرما خوردم. دست خودتو میگیری و میری دکتر و حتی ممکنه هیچ وقت خانواده نفهمن اون شب چقدر تب داشتی. در کنارش قرار کلی تنهایی با دوستات غذا درست کنی، خوش بگذرونی، تا صبح فیلم نگاه کنین و از پس چیزایی بر بیان که فکرش هم نمی‌کردین. به جاش جای جدید درس میخونین، بزرگ میشین و بدون خانواده خاطره میسازین. اونا هم بزرگ میشن و بدون شما خاطره میسازن. و تنها کاری که میتونین بکنین اینه که از دور دلتون کلی برای هم تنگ شه و جای همدیگر رو توی تک تک لحظه ها خالی کنین. و از دور آرزو کنین که در نبود شما حالشون خوب باشه. و اونا هم همیشه آرزو کنن که در نبود اونا ما حالمون خوب باشه. نمیدونم هر کسی تصورش از خونه چیه، ولی همیشه حرف زدن راجع به چیزایی به ظاهر ساده اما پرمعنی برام قشنگ بوده. خونه یه جوریه که انگار هر روز بودنش باعث میشه حس کنیم همیشه هست. چه خود خونه چه آدماش. اما غافل از روزی که کوچکترین جزءش دیگه مثل قبل نباشه. چه خود خونه چه آدماش. تو چنل ازتون پرسیدم خونه رو چجوری توصیف میکنید و همه این جوابا باعث شد دلم بخواد یه ویدیو درست کنم و براتون راجع به این موضوع حرف بزنم. شیما گفت واژه خونه برای من توی یه جمله خلاصه میشه. محیط امن غیر دوست داشتنی. محیطی که به کافه، طبیعت، خیابون، خونه دوست و غیره میفروشیمش و ازش فرار میکنی برای به دست آوردن آرامشه. اما به وسیله زمین خوردن توی این دنیا بهت یادآوری میکنه که هیچ جا امن‌تر و پر آرامش‌تر از پتو و بالشت خودش یعنی خونت نیست. رضا گفت خونه برای من جاییه که گذر زمان و ساعت رو متوجه نشم، نگران چیز خاصی نباشم و خودم باشم. خیلی بستگی به موقعیت جغرافیایی نداره. محیا گفت برای من خونه جاییه که حس امنیت داشته باشم. حس کنم پذیرفته شدم و راحتم. و جایی که وقتی بیرونم با خودم بگم الان برمیگردم خونه و همه چیز بهتر میشه. خونه میتونه یه آدم باشه، یه مکان باشه. جایی یا کسی که حس امنیت و راحتی بده. جایی که وقتی از همه جا بریدیم برگردیم بهش. خونه صرفاً یه مکان نیست، بیشتر یه حسه. مثل وقتی که خونه بچگیامون رو رها میکنیم و دلمون برای خونه تنگ میشه. دلمون برای حسی که اونجا داشتیم تنگ میشه، چون این مکان جدید اون حسی که به خونه خودمون داشتیم رو نداره، چون صرفاً اسمش خونه است. سارا گفت خونه واسه من گاهی اون نقطه سیف و امنیه که هر وقت از هر جا و هر کسی ناامید میشم
میتونم بهش پناه ببرم. و نقطه مقابل این جریان هم وجود داره. دقیقاً تایمی که یه اتفاقی میفته و حس میکنم باید جای دیگه غیر از خونه باشم. در کلی تناقض عجیب نسبت به حسی که به خونه دارم همیشه توی ذهنمه. اما فکر میکنم پله آخر پناه من همیشه خونه است. مهدی گفت خونه برای من جایی جدا از بعد جغرافیایی، جایی که خودمونیم بدون هیچ نقابی، مثل یه دوستی خالص یا یه رابطه ایدئال، و جایی که ممکنه روزی پامون ازش خارج شه اما قلبمون نه. به نظر من بخشی از قلب واسه همیشه تو خونه باقی میمونه. پریا گفت معنی خونه فکر میکنم برای هر کسی متفاوته. خونه برای من جایی که بتونم مثل بچگیام وقتی یهو خوابم میاد، فارغ از اینکه کجا خوابیدم و یا ساعت چنده، چشامو ببندم و به خودم اجازه بدم که خوابم ببره. چون میدونم امنم. میدونم کسی هست که مواظبمه. به دستای یه نفر که میگیرمشون و به خواب میرم و میدونم که دستای اون قرار سپر من جلوی طوفان بشه. برام مهم نیست فردا باید بیدار شم. مهم نیست چه اتفاقی قرار بیفته. من الان رو صبر میکنم چون توی خونه هستم. خونه برای من اون لحظه‌ای که بتونم به خودم بگم من تو اون لحظه احساس کردم زندم. غزل گفت فکر میکنم خونه برای من جاییه که کتاب باشه، آهنگ باشه، گیتار باشه، آتیش باشه، بارون باشه، عکس باشه، نقاشی باشه و فکر کنم همه اینا کلهم با وجود خودم یه جور تبدیل به خونه میکنه. ولی در نهایت فکر میکنم واقعا خونه جاییه که تو حالت خوبه و شاید مهم نباشه که اونجا کجاست. روزی که رفتم این ویدیوها رو بگیرم تا راجع به خونه براتون حرف بزنم، وسط یه کوچه یه دفتر نقاشی باز شده بود. اینجوری که به نظر می اومد برای یه پسر بچه 10-9 سال بود که پر از نقاشی ماشین با جزئیات جالب بود. نمیدونم. حس میکنم صاحب این دفتر یه پسر کوچولی بزرگ بود که همیشه دلش میخواست یه نقاش مشهور یا طراح ماشین شه. ولی باز بودن دفتر وسط کوچه نشون دهنده مخالفت مامانش با نقاشی و تلاش برای دکتر مهندس شدن اون بود. نمیدونم الان حالش چطوره و چقدر توی ذهنش هنرمند بودنش رو تصور کرده. فقط امیدوارم هیچ وقت هیچ چیز باعث نشه از این آرزوش دست بکشه.